همه ما چیپس فلفلی رو خوردیم. درست. درست. چیپس فلفلیه دیگه. خب هست دیگه، همه دیدن. آره. ولی آیا فلفل به همینجا بسنده میکنه؟ یا نه تو اسنک ها و خوراکی های دیگه هم هست؟ باید باشه. مثلا تا حالا فکر کردی اگه پنیر صبحونه فلفلی باشه چی میشه؟ نه. میتونی فکر کنی. پنیر خامه‌ای فلفلی. امروز قراره یه سری آیتما رو تست کنی که اصلا فکرش هم نمی‌کنی اینا میتونستن فلفلی باشن. بریم؟ نه. آقا اشیا جون. پنیر با چی میچسبه؟ با نون دیگه. پنیر با نون. فرما. بریم تستش کنی؟ بریم. آقا این پنیر چیلی آلیما. برند آلیما. اسپانسر پنیره. آره. اسپانسر نیست عزیزم. نه اسپانسر نیست ولی گرون هم نیست. چقدر؟ 60 تومن. گرون هست. 70 نسبت به 70 تومن. نه دیگه 200 یا چقدر؟ زیاده. 70 تومن. پنیر چیلی جبنت مع الفلفل. جبنت مع الفلفل. صبر کن عزیزم. اینو بذار. خب این مناسب پنیر خوری نیست. با این داداش تو محل ما با این پنیر می‌خوریم. با این باید پوست بکنی. تو محل ما با این پوست هم میکنم. توش قرمزه؟ یعنی پنیر عین خودش. پنیر صورتی قرمزیه یا نه پنیر سفید؟ ببین حاجی قرمز صورتیه. صورتیه. چرا انقدر مایه است؟ مایه نیست، خامه‌ایه. آره عین پنیر خامه‌ایه، شله. حاجی باحاله. بده بیاد. خب یک کوچول اون بکنیم. همچی کوچول هم نبود اونی که تو گفتی. اون اندازه خودت دیدی، اندازه برای خودت دیدی. خب من نگفتم. حاجی بو فلفل میده. تیکه فلفل تو چه نگاه؟ خب دیگه حاجی من اصلا پیدا کردم پنیر مورد علاقمو. من احساس میکنم این مثلا برای جوجه و اینجور داستان هست ها. مرد صاحب پنیر خامه‌ایه. میشه اول ذره خالی چیز کنی؟ برای صبحونه. اول ذره خالی تست کنی؟ باحاله. خیلی باحاله. خیلی خوبه. ببینیم. خیلی خوشمزه. تون نیست. نه. ولی خیلی خوشمزه است. انگاری فلفل شیری یا فلفل دلمه‌ای داری می‌خوری. طعمش واقعا خوبه. عالیه. اصلا چیپس فلفل. خب این چیپس رو برای چی میندازی؟ بابا کن بخوریم. بابا میوردی با پنیر میخوردیم. دیگه دوره دیگه. آقا این برند آلیما واقعا خوب. من یه دیگه لقمه دیگه بخورم. خب این چیپس رو برای چی میندازی؟ بابا کن بخوریم. چیپس دیگه. چیپس که دیگه هم مرد حسابی چیپس رو که دیگه همه خوردن. بابا جان اینا به قرآن هیچ آیتمش به دردتون نمیخوره. همش فلفل تو بدت میاد. فلفلیه تو اصلا خوشت نمیاد. میخوره. دیوانه بیا برو. ببین به نظرم این بهترین و خوشمزه‌ترین آیتم فلفلی بوده که تا حالا خوردم. شاید با خودت فکر کنی که خب لبنیات دیگه چیز دیگه شاید نداشته باشه که بشه مثلا با فلفل. فکر نمی‌کنم چیز دیگه داشته باشه. ولی خب اشتباه می‌کنی. کشک فلفلی. ببین این دیگه ببین اون اگه عجیب بود این فرا عجیبه. از برند سمیه هم هست. نه کشکامه. سمیه؟ حاجی یه خورده زیاد برند سمیه رو استفاده نمی‌کنی. حاجی بوش. بوی بدی داره. بوی اصلا بوش جالب نیست. ببین هم بوش تنده هم بده. اون نعنایی داره اصلا. اون هیچ رنگش هم فرق نداره با کشکای دیگه. یه ذره صورتیه. تنده. نه تنده. به تون نزدیک هم نیست حاجی. نه تنده. برای یه آدم عادی خیلی تنده. پنیر رو نبر. پنیر رو بذار اینجا. هر وقت پنیر رو باز کردیم پنیر رو بذار. مزه کشک نمیده. خوشمزه. آره آقا من این کشکامه رو ساده‌ش رو خوردم که خب مزه کشک میده.
یه دونم داره چدار که اون بدمزه است و این ستا رو خوردم. این از همش خوشمزه بود. این قابل خوردنه آقا. این خوبه. کشکام ساده که آشغاله. کشکام چدار من نخوردم ولی کشکام چیلی واقعا. کشکام ساده است. کشک گیریم از کشک. خب آماده بریم بر بعدی. بیارش. به من بگو معجون چقدر دوست داری؟ ماشاءالله معجون. مگه هست کسی بعدش بیاره؟ نه خب نمیتونم شاید یه نفرم بعدش بیاد. ولی آیا معجون فلفل خوردی؟ نه بشین. بستنی نیست. نه بستنی نیست. آها بستنی. این معجونه خودش از فلفل درست شده. یعنی اصلا یه معجون فلفلیه. آها خود فلفل معجونه. بستنی توش نه، شیر نه. معجون فلفل کامبیز. کامبیز دیرباز دامبیز. تو محل ما اینجوری تیزی بازی میکنم. خیلی محل داغونی داریم. اصلا اینجوری نیست بابا جانم. بده من اینجا برای شما جا گذاشته. بده من بابا جان. حاجی تنده ولی چقدر بوی خوبی داره. میدونی چیه؟ بوی چیلیتای میده. چیپسو بچه ها این مربا میمونه. یه دقیقه نگاه کن. ببین این مرباه. بعد چه رنگی داره این. چقدر خوشمزه است. 2 برابر بهتر از چیلیتای. خیلی خوشمزه است. ببین چیلیتای عسل زیادی توشه. خب این از سرکه چیه؟ این نه اینم شکر یا عسل داره ولی خیلی کم. کسی حالا فلفل رو با نون نخورده بود. واقعا محصول خفنی. آقا این معجون پنیر هم بهتره. خدایی پنیر به خدا. اصلا پنیره توی لیگ دیگه ای بود. من خیلی دوست دارم. حالا میگی تو این بهتره؟ من میگم پنیره بهتره. بریم بعدی. محصول بعدیمون بادوم زمینی فلفلیه. مثلا شاید چه خود بگی که چرا یه آجیلو باید با طعم فلفل بخوری. خب چی؟ به نظرت اگه پسته فلفل. اول یه چیزی بگم. چند روز پیش من تو اینستاگرام با یه پیجی آشنا شدم که یه سری محصولاتی داشت. یه مغازه‌ای بود فقط محصولات رژیمی میفروخت. برای آدمایی که مثل من مثلا اضافه وزن دارن خیلی چاقن. برای اونجا مثلا بستنی رژیمی نمیدونم همه چی رژیمی داشت. بعد من یه ایده‌ای به ذهنم رسید. چرا یه مغازه‌ای نزنیم که همه چیز فلفلی داشته باشه؟ مثلا کیک فلفلی، پنیر فلفلی، بستنی فلفلی. بستنی فلفلی از خداست. نوشابه فلفلی. هست؟ نیست من نمیدونم ولی چرا نباید همچین چیزی باشه؟ آقا بزنید لطفاً از شرکت‌های عزیز ما تقاضا می‌کنیم که محصولات فلفلی بزنید. همه چی یوغ آبلی فلفلی، کیک تولد فلفلی. بعد یارو هم صورتشو بکنه تو کیک خیلی با چشای باز. یعنی یکی چشاشو اینجوری نگه داره یکی از پشت اینجوری. دقیقاً خیلی خوب. خلال اندون هم بذاری وسطش. این چیه؟ دراژه. اون چیه؟ این بادوم روکشدار هالوپینو. این چیلی داشت. قیافش که بدی نیست. ببین این زرد اون نارنجی. آره. بریم اول اون. آقا به نظرم بادوم زمینی فلفلی از همه طعم‌های دیگه‌اش خوشمزه تره. از سرکه‌اش خوشمزه تره، از نمکیش خوشمزه تره. خیلی خوشمزه. ببین سرکه‌ایش خوشمزه تره. فقط 5 تا به بالا می‌خوری زبونم چاک میده. شرکتیاش نه. شرکتیاش نمیده. اونگیاش میچاکه. آره آقا این پنیرش 2 تا دونه از اینا میذارم. 2 تا دونه از اینا. واقعا این مربا میمونه. خب بس.
خب حالا یخته اینجوری چیپس و اینجوری کشکم میذاری رو؟ آره دیگه. با معدت میدونی که باید خدافظی کنی دیگه بعد. بچه‌ها راستی خربزه اصل ما رو نکشت. ولی مامانم منو کتک. میخوری؟ مرسی خیلی ممنون. چرا این کارو کردی؟ ولم کن. اشکامو نظری بهتر. از هفته پیش یه آپدیت بهتون بدم. ما هم خربزه اصل خوردیم. دیگه دیدین دیگه، اونایی که ویدیو رو دیدین که هیچی، اگه ندیدین همین الان استاپ کنین برید ویدیو قبلی رو ببینید. بعد بیاین ادامه ویدیو رو ببینید. خربزه اصل خوردیم، ماهی با ماست خوردیم و کشک و سرکه. سالم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. کوچکترین دلپیچگی هم برای من نه، اصلا حالا اصلا الکی چرت و پرت. آقا بخورید. چیزی بخورید. بدتر از اینا نیستش. مخصوصا نوشابه با قرص نهنه‌ای. نه. نه اونو نخورید. خدافظ. پنیر با سس 100 خوشمزه میشه. اون خوشمزه است. زندگی با آیتمای فلفلی بهتر از زندگی بدون آیتمای فلفلی است.